بر اساس سندهای رسمی در 3 ماه اول امسال دارایی‌های نمایندگی یا فیلیال بانک تجارت در تاجیکستان 27% کاهش یافته از 99 میلیون به 72 میلیون سومانی پایین آمده است. طبق حجت‌ها در 3 ماه اول امسال پول امانتگزاران بیش از 60% کم شده است. فیلیال بانک تجارت در آغاز سال 2026 در اختیارش 48 میلیون سومانی امانت داشت، ولی آن در آخر ماه مارس به 19 میلیون سومانی برابر شده است. این وضع در روزهای پیش آمده است که ایران در حال درگیری با اسرائیل و آمریکا بود. عبدالله اشارف، روزنامه‌نگار تاجیک که مسائل اقتصادی را بازتاب می‌دهد، گفت کم یا زیاد شدن دارایی‌های این بانک مربوط به مالکان و سهامداران آن است و برای بازار بانکی در تاجیکستان چندان تاثیرگذار نیست. از سوی دیگر عبدالله اشارف می‌گوید که به دلیل نظارت سخت از بالای بانک‌های ایرانی بسیاری از تشکیلات‌های قرضی در داد و گریخت با بانک ایرانی احتیاط می‌کنند. در گذشته مثلا ما قضیه کنت بانک رو داشتیم که مطبوعات اون رو مربوط به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی تبار مربوط می‌دانستند که این بانک بعداً زیر تحریم وزارت خزینه‌داری آمریکا قرار گرفت و طور ما می‌دانیم این بانک بعداً تبدیل نام کرد در تاجیکستان و با نام دیگر مجوزی فعالیت برقرار کرد. هرچند مقامات تاجیکستان میگفتند که آن با بابک زنجانی رابطه ندارد، ولی به هر حال زیر تحریم قرار گرفت این بانک. پس از این حادثه تاجیکستان خیلی برای با بانک هایی که با ایران رابطه دارند و مالکان آن شهروندان ایرانند خیلی احتیاطکارانه عمل میکند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بانک تجارت در ایران تحریم جاری کردند.